نافرمانی مدنی نکته‌ای که بایستی خیلی خیلی بهش دقت بکنیم. یعنی میشه گفت که شاه بیت این صحبت ما این مسئله هست. نافرمانی مدنی روشی هست که نه بر کل نظام و یا بر کل اون بر ضد کل اون رژیم، یعنی کاملا بر اساس براندازی رژیم نیست. نافرمانی مدنی دقیقاً روشی هست که بر علیه بخش کوچکی از قوانین اون کشور و یا اون سیستم انجام میشه. یعنی مبارزه‌ای نیست که برای براندازی و تغییر رژیم و یا نظام باشه، بلکه بر اساس بر ضد بخش کوچکی هستش برای توسعه دموکراسی در داخل نظام، داخل رژیم هستش. این رو بایستی بهش دقت بکنیم. یعنی روشی که اگر بخوایم، یعنی اینجا خواست معترضین و اونهایی که پروتست میکنن رژیم رو، بایستی اینجا برای خودشون تصمیم بگیرن، یعنی مصمم باشند که چه انجام خواهند داد، یعنی تصمیم خواهند گرفت. آیا میخواین که رژیم رو اصلاح بکنن و یا بخشی از قوانین رژیم رو اصلاح بکنن؟ یعنی به صورت خلاصه این رو در مورد اعتراضاتی که در حال حاضر هم در جریان هست این رو به صورت مصداق عرض بکنم. مثلا آیا معترضین میخواهند که قانون گشت ارشاد از قوانین اساسی و قوانین جزایی و کیفری حذف بشه؟ آیا این رو میخوان؟ اگر این رو میخوان، اگر فقط این رو میخوان، بله، نافرمانی مدنی اینجا جواب میده. ولی اگر معترضین خواهان براندازی و تغییر کل رژیم هستند، نافرمانی مدنی یعنی روش مبارزه نافرمانی مدنی جوابگو نخواهد بود. نه اینکه جوابگو نخواهد بود، چون که به دلیل اینکه یک سیستم مبارزاتی، یک روش مبارزاتی هست که به صورت کاملا علنی هستش و این علنیت مبارزه در کوتاه مدت و میان مدت و حتی بلند مدت از طرف رژیم کاملا دیده میشه و از طرف رژیم به انواع مختلف و به علتهای فلحیت با روش‌های اطلاعاتی و روش‌های امنیتی امکان این هست که کاملا از بین بره، کاملا از مجرای خودش خارج بشه. به همین دلیل از لحاظ اینکه ما بخوایم سیستم رو کاملا عوض بکنیم مطلقاً جواب نخواهد داد.